نوروز به ما جشن عمومی بشر است. نوروز زفرمندی به هر کار شر است. امروز نظر کنیم به فردای نکو، فردای نکو به تخت جام پر است. با تشبس‌های پیشوای ملت محترم مولوی رحمان سرکرده از سال 2010 جشن نوروز جشن بین المللی گرفت و باید تاکید نمود که در سطح بین المللی عین حال 3 سند حقوقی جای دارد که این جشن را تجلیل می نماید. از جمله سالهای 2009-2016 قرارهای یونسکو و سال 2010 باشد قطعنامه گنرالی سازمان ملل متحد می باشد و در تمام دولت‌های دنیا همچون جشن بین المللی این جشن تجلیل می گردد. موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید همه سال در جمهوری تاجیکستان از 21 تا 24 مارس روزی بین المللی نوروز تجلیل می گردد و امروز همچون روزی استراحتی اعلام شده است. هر یک شهروند تاجیکستان که در وجود او حس ملی، هویت ملی بلند است، باید با افتخار این جشن را تجلیل نماید، چون که آن تاریخ 6000 ساله دارد و تمام عرف و عادت‌های ملت ما را افاده می نماید. باید تاکید نمود که از زمان پیدایش خود نوروز دارای فلسفه مخصوص خود می باشد. پیش از همه تازه نمودن دل از تمام غژنه‌ها، برقرار کردن دوستی، احترام یکدیگر، در برابر این تازه نمودن خانه و با روز نو با دل تازه و خانه تازه شروع نمودن است. باید تاکید نمود که در ادبیات ها فلسفه نوروز گوناگون شرح داده می شود و یکی از اساسهای واقعی آن است که این غالبیت روشنی به ظلمات است. یعنی امروز باید هر یک تاجیک از پیشرفت تاجیکستان، از دستاوردهای بین المللی آن افتخار نماید و برای استوار نگاه داشتن صلح و ثبات مانند جشن نوروز تلاش‌های پیوسته داشته باشد.